سلام بچه، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من محمدم و داخل این ویدیو قراره که 10 تا از بهترین بازی رومیزی و فکر رو با هم ببینیم و بررسی کنیم. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. Let's go. در جایگاه دهم بازی فکری ژاندارمری قرار داره که یک بازی فکری ایرانی و محبوب بین افراد مختلف. در این بازی استراتژیک تصور بر اینه که در یک ژاندارمری حضور دارید و پرونده‌های مختلفی رو بررسی می‌کنید. بنابراین فردی در این بازی معمایی و جذاب برنده که زودتر از بقیه بازیکنان بتواند مجرم اصلی رو پیدا کنه. قیمت این بازی حدوداً 264,000 تومان به بالاه. در جایگاه نهم بازی اونو قرار داره. بازی اونو یک بازی فکری ایرانی که سرگرم کننده و ساده است. در این بازی تعدادی کارت وجود داره که میتونید از اون در جمع‌های 2 تا 10 نفره استفاده کنید. اما ویژگی مهم آن اینه که هرچه تعداد بازیکنان بیشتر باشد، هیجان بازی نیز افزوده خواهد شد. شرط برنده شدن در این بازی اینه که باید تمام کارت‌های خود را قبل از سایر بازیکنان تمام کنید. قیمت این بازی حدوداً بین 40 تا 50,000 تومان قرار داره. یکی دیگر از بازی‌های مهیج و سرگرم کننده بازی فکری استوژیت است که در جایگاه 8 قرار داره. در این بازی با مهارت‌های مختلف داستان سرایی و کمک گرفتن از قوه تخیل آشنا خواهید شد. یکی از مهمترین ویژگی‌هایی که زمان انجام این بازی در خود باید تقویت کنید، قدرت ذهن‌خوانی و کمک گرفتن تجربیات قبلی شما برای تخیل و داستان سرایی است. قیمت این بازی که نسبتاً خیلی گرانتر از بازی قبلی است 493,000 تومان. در جایگاه هفتم بازی کاپوچین قرار داره. برخلاف سایر بازی معرفی شده در بالا، بازی کاپوچین برای کودکان مناسب است و پیشنهاد میشه. استفاده از این بازی برای کودکان کمک ویژه‌ای به تقویت و تطبیق پذیری رنگ برای آنها می‌کند. یکی از ویژگی‌های مطلوب این بازی فکری این است که می‌تواند به صورت همزمان با افراد دیگر بازی کنید و نیازی نیست که صبر کنید تا نوبت شما برسد. بنابراین هرچه صورت عمل بیشتری در این بازی داشته باشید برنده خواهید شد. قیمت این بازی 245,000 تومانی که نسبت به بازی قبلی استوژیت ارزان‌تر و قیمت بهتری داره. در جایگاه بعدی یعنی جایگاه ششم گروه‌های انفجاری قرار داره. بازی گروه‌های انفجاری یک بازی فکری کارتی است که برای همه افراد در سنین مختلف از کودک تا بزرگسال مناسبه. یکی از جذاب‌ترین ویژگی‌های این بازی اینه که اتفاقات پیش‌بینی نشده و مهیجی در آن وجود داره که آنها را در طول بازی تجربه خواهید کرد. وجود این اتفاقات پیش‌بینی نشده و در طول بازی بیشتر جنبه سرگرم کننده و فان داره. قیمت این بازی سرگرم کننده 119,000 تومانه. در جایگاه بعدی بازی کهربا قرار داره. بازی کهربا جزو بازی‌های فکری و استراتژیک محسوب میشه که طرفداران زیادی هم داره. در این بازی باید مانند یک سرمایه‌گذار فکر کنید و تصمیم بگیرید. طراحی جذاب این بازی به صورتی است که شما را به دوره رنسانس میبرد و تجربه لذت بخش را در آن به دست خواهید آورد. در دوره رنسانس افراد معادن بزرگ و مختلفی دارند و با یکدیگر رقابت میکنند تا به بزرگترین جوهرساز شهر خود تبدیل شوند. قیمت این بازی به شدت عالی 377,000 تومان. در جایگاه 4 جالیز قرار داره. یکی از بازی فکری ایرانی که در فضای ساده و تصاویری ساده و جذاب طراحی شده. بازی فکری جالیز است. در این بازی هر کدام از بازیکنان دارای جالیزهای مختص خود هستند و می توانند با کشت محصولات مختلف در آن و همچنین فروش آن به یکدیگر درآمد داشته باشند. بنابراین میتوان گفت که این بازی فکری تاثیر ویژه‌ای در بهبود و تقویت قوه تصمیم گیری و هوش مالی افراد دارد. علاوه بر این، انتخاب این بازی به تقویت مهارت‌های مختلف از جمله مهارت پیش‌بینی، ریسک پذیری و مهارت‌های ارتباطی خود کمک ویژه‌ای می‌کنید. قیمت خرید این بازی 516,000 تومانه. در جایگاه سوم بازی دژ قرار داره. یکی از بهترین بازی‌های فکری جذاب و مهیج برای افراد ماجراجو بازی دژه. همانطور که می‌دانید هیچ کدام از ما تجربه زندگی کردن در دژ رو نداریم
اما با خرید بازی دژ و شرکت در آن میتونیم در مورد تاریخ گذشته اطلاعات زیادی به دست آوریم و این سبک از زندگی رو تجربه کنیم. روال این بازی به این صورت است که افراد با یکدیگر رقابت میکنند که برای خود یک شهر جذاب بسازند و در آن حکم فرمایی کنند. زمانی که یک بازیکن بتواند 7مین سازی را در این بازی بسازد، بازی به پایان میرسد. قیمت خرید این بازی ماجراجویی 170,000 تومانه. در جایگاه دوم راز جنگل قرار داره. یکی دیگر از بهترین بازی‌های فکری و جذاب بازی راز جنگله. داستان این بازی بدون صورته که یک پادشاه معروف تصمیم میگیرد که برای خود جانشین معرفی کند. همچنین این پادشاه در کنار یک جنگل پر رمز و راز زندگی و حکمرانی میکند و صحبت‌های در مورد وجود گنج‌هایی در این جنگل وجود دارد. به همین دلیل شاه تصمیم میگیرد که یک مسابقه برگزار کند و در آن از افرادی که ادعا میکنند که لایق شاه بودن هستند 3 گنج از جنگل را پیدا کنند. قیمت این بازی جذاب 130,000 تومانه. بالاخره رسیدیم به صدر اول لیست امروز و اون بازی نیست جز زیرخاکی، یکی از بهترین بازی‌های فکری ایرانی و یکی از بهترین ماجراجویی‌های دنیا به نظر من. بازی ماجراجویی زیرخاکی باشه. در این بازی بازیکنان همگی به دنبال جمع کردن و به دست آوردن اشیاء عتیقه و قیمتی هستند. بنابراین کسی که در آخر بازی بتواند تعداد اشیاء عتیقه بیشتر جمع آوری کند برنده بازی خواهد بود. خیلی ممنونم که تا آخر ویدیو نگاه کردید. این هم از لیست تاپ 10 امروز. تا درود دیگر، بدرود.